سلام. شروع میکنیم. خب الان سال 404 خرداد ماه و ما یک موضوع مهم داریم، عشق ابدی. خب من یه چای ریختم با کیک و اینا که بیام راجع به عشق ابدی صحبت بکنم با تو. خیلی ترند شده الان عشق ابدی و من قسمت 3 اومده بود رفتم دیدم. این چه چرت و پرتیه و آدم ذره ذره بی‌آبرو میشه. من یه موقعی اصلا نمی‌داشتم کسی با سیگار از من عکس بگیره. آدم چجوری ذره ذره به بی‌آبرویی عادت می‌کنه. اول که اومده بود قریب به اتفاق همه از نگار بدشون میاد. حتی من از نگار بدمون میومد. دختری برپریده حول بود به نظر هممون که اصلا خیلی شخصیت تو مخی بود. مثلا اون لحن صحبت کردن که کلیس به سر شما نمیتونین جمعشون کنین اما من خوششون میاد. 30 سال طول میکشید یه کلمه رو تموم کنه. خلاصه زهرا و نگار گربه رو روباه مکارن. حتی تو توییتر پر شده بود که اینا شبیه آناستازیا و خواهرش هم توی سیندرلا. عاشق جزیره میرم دل و قلبم و اینجا به تو میدم عاشقتم تا ابد بدونی اینو به همه میگم. الان که فینال رسیده ما فهمیدیم که اصلا اینطور نیست. یعنی ماهرخ لایف گذاشت برگشت گفتش که میلاد با من بازی کرده، میلاد احساسات من رو به بازی گرفته، میلاد به من دروغ گفته، اون اداها رو در آورده در صورتی که بیرون برنامه دوست دختر داشته. چجوری احساس فیک به من نشون ندادی وقتی دوست دختر داشتی وقتی اومدی تو برنامه؟ چجوری احساس فیک به من نشون ندادی وقتی دوست دخترت رفیق صمیمی نگار بوده و نه تو به من گفتی نه نگار به من گفته این موضوع رو؟ چجوری تونستی با احساس من هیچکی بهش نگفت که ماهرخ جان اون خواست بازیت بده، تو چرا رفتی تو بازی اون؟ دقیقا همون حرفیه که به تناز زد و برگشت بهش گفتش که تناز اون خواست بازیت بده، تو چرا رفتی تو بازی اون؟ علی منو بازی داد. گفتم تو خودت دنبال بازی بودی رفتی تو بازی علی. ما یه وقتایی آدما رو قضاوت میکنیم یا به آدما یه برچسبایی رو میزنیم که تو فیلم بازی میکنی، تو دروغ میگی، تو اینطوری و کارماش بالاخره ما رو گیر میندازه. اول تا آخر میبینیم کارما بیچ تناس. الان ممکنه دقیقا همون حرفایی که من قبلش زدم رو دوباره بزنم که همون حرفایی که وقتی کسی رو قضاوت میکنی خدا قضاوتت میکنه، ولی ما اینجا اومدیم که قضاوت کنیم دیگه. اینجا اومدیم که اصلا چای بخوریم و غیبت کنیم. برای همین ما اینجاییم. تناس به معنی واقعی کلمه یک زنداییه. مخصوصا با شاهین حالا سکانساشو میذارم به شدت به نگار علاقه داره و به نگار نخ میده. خب ولی دلت اونجا نیست. دلم کجا؟ چه میدونم من فکر میکنم جایی باشه که حال دلت هم خوب باشه چهرهت برشاشتر خوشگل‌تر میشه. روانیش کردی. شاید داستان چیز دیگه است. شاید چرا از بعد دیگه نگاه نمی‌کنیم. و یه ادوایس بذار بهتون بکنم. هر جا دیدین یک پسر آنورمال داره پشت سر یه دختر بد میگه مکرر با یه حالت تنفر، اصلا اون حس رو تو چشاش می‌بینی و داره اینطوری پشت سر یه دختر بد میگه، مطمئن باش که اون دختر رو دوست داره، ازش خوشش میاد، روش کراش داره. خب اصولا اینو میگه به خاطر اینکه دستش بهش نرسیده یا میگه که تو از اون بدت بیاد و دست تو به اون نرسه. غیر این دو حالت نداره. و شاهین تمام مدت داره به تناز میگه که تناز عزیزم خواستی برو، اصلا برو ببین، برو یه نگاه بکن، از من کار دادم تو رو میفرستم قاطی نخود سیاه، یه دقیقه برو حالا یه دقیقه از سر من باز شو. اما تناز سفت و سخت چسبیده به اون چیزی که همه ما میدونیم. بد زمونه این شده ناصر، بد زمونه. تناز تمام مدت داشت زیر پای فرشاد رو میکشید، رابطه‌شو رو خراب میکرد، دو به هم زنی میکرد، کل مدت داشت میگفت من اصلا خوشم نیومده و همه دخترها خوش، اما من نه، فقط منم که خوشم نیومد. فقط تناز میدونیم چی دوست داری. تناز ما میدونیم، ما همه میدونیم که تو چی دوست داری. بسه. بعد
جالبش اینه داره به سودا میگه که من همه دوستان پسرن، مثلا با دخترها نمیتونم. هنوز ما میدونیم چرا همه دوستان پسرن. بس و جمله درخشان، من احساساتم مرده. کمک کنه احساساتم مرده بود سر یه سری اتفاقایی تو زندگی. ولی اومدم امروز از شان پرسیدم چی شد ما با هم مچ شد تو منو انتخاب. What are you fucking talking about؟ کدوم احساسات در تو مرده؟ تنها چیزی که در تو مرده از نظر ما ذره حمایت از همجنسته، ذره حمایت از یک دختر دیگه است. به نظر ما این در تو مرده. مرسی تا اینجا ویدیو دیدیم. دوست دارم. بوس. خب خیلی استرس آور. من نفسم اینجا قراره یک تیکه های کوچولوی از زندگی نوجوان 17 ساله رو با هم داشته باشیم. خب اما الان که صوتون کثیفه، شما تا خودمون دیگه نه خودمون نیستیم، هنوزم با تو صمیمی نشدم. ببخشید بعد میفهمم چقدر حال میده. من میام با شما صحبت میکنم، شاید که اصلا این ویدیو وایرال نشه، شاید هیچ کی این ویدیو رو نبینه، اما همین که من میتونم اینجا بشینم و صحبت میکنم و فکر کنم که این منم که میتونم ویدیو آپلود کنم و این منم که چیزی که 3-4 سال می‌خواستم و بالاخره دارم انجام میدم، این همین خیلی منو خوشحال می‌کنه. من خیلی خوشحالم بابت این مسئله. مرسی اگه نگاش داری می‌کنی، مرسی، خیلی ممنونم. اینکه من یک کامیونیتی اینکه یک ارتباطی اینکه من یک ارتباطی با شما داشته باشم، همین برای من کافیه. همین برای من خیلی قشنگه، خیلی دوست داشتنیه که شما باشین. همین که هستین برای من خیلی قشنگه. من خیلی خوشحالم که دارم تو. مرسی تا اینجا ویدیو دیدیم. دوست دارم.